چقدر زیباست که من و تو نائل بشیم، محظوظ بشیم، این شرف نصیب ما بشه که الله ما و شما رو به عنوان دوستان خودش انتخاب بکنه. یه حدیثی از ریاض الصالحین برای شما آوردم که اگر بنده کارهایی انجام داد که نظر خدا و محبت خدا برش قرار گرفت، جبرئیل رو میطلبه، اسم میبره، من فلانی پسر فلانی رو دوست دارم، تو هم دوستش بدار. جبرئیل میگه منم دوستش میدارم. بعد به جبرئیل میگه به کل فرشتگان بگو که الله فلان بنده رو دوست داره، شما هم دوستش بدارید. همه فرشتگان میگن سمعا و طاعه، ما فلانی پسر فلانی رو دوست داریم. بعد خداوند مقبولیت رو در زمین بین کل مخلوقاتش برای اون بنده‌ای که خدا نظرش برش قرار گرفته و به عنوان دوست خودش انتخاب کرده، مقبولیت در زمین براش می‌نویسه. خداوند درباره پیامبرش اینطوری فرموده و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. نام پیامبر به چی بلند شده؟ به نیکی و خوبی، وگرنه خود نام قارون و فرعون هم بلنده. همچین نام بلندی میخوای شما؟ خداوند میگه و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو به نیکی بلند کردیم. ما اون نام نمیخوایم که مثل فرعون به عنوان یک ظالم و یک مفسد فی الارض نام ما بلند بشه. نام ظالمین هم بلنده، نام مفسدین هم بلنده، نام مجرمین هم بلنده، نام هنرپیشه ها و خواننده های مبتذل هم بلنده. ولی نام اینها مثل نام بلاله، مثل نام ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و سلمان فارسی و خالد و امثال همه. مثل نام امام بخاری است، امام مسلمه، مثل نام امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. الله ولی الذین آمنوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگفته ان اکرمکم محبوب ترین شما نزد خداوند قوی ترین شماست. اگه اینطوری بود که اونایی که لاغر بودن، ضعیف بودن، خداوند نگفته ان اکرمکم عند الله اجملکم، زیباترین شما. هر کسی صورت زیبا، اندام زیبایی داره. تا اونا که سبزه هستن صورتشون، اندامشون زیبا نیست، هیچ امیدی نداشته.